تا قدر نعمت عقل را بدانید. ما میگن دیوونه از سر من پریده و دیوونگی جا گرفته، عقل از سر من پریده و من یه روز عاقل بودم، عشق تو مجنونم کرد، ز شهر عقل و عاقلا یک باره بیرونم کرد. هی دیوونه سینم و بیرونه سینم، دیوونه سینم و خراب و مست گوشه میخونه سینم، سینم و بیرونه سینم، دیوونه سینم و خراب و مست گوشه میخونه عقل از سر من پریده و دیوونگی جا گرفته، عقل از سر من پریده و که من حسینه و سرشت من حسینه، تنها سالار منظر من سعد تو شد خاک عالم بر سر. خاک بر دهان من. زینب دستور امامش باید اطاعت کنه، برگشت، اما و هی تقوم مرتن و تقعد اخرى، یه خورده راه میرفت، یه خورده مینشست، یه خورده راه. محاسن ابا عبدالله رو تو دست گرفته، خنده ها در کتاب مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 145 از جابر روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من شما را از نوحه کردن و از دو صدای احمقانه و فاجرانه نهی کردم. یکی صدای موسیقی که ساز شیطان است و صدایی که در هنگام مصیبت بلند می شود که صورت خود را می خراشند و گریبان پاره می کنند و ناله و فغان می کشند.
در اصول کافی جلد 3 صفحه 266 روایت شده که امام صادق علیه السلام می‌فرماید شیون کردن بر مرده درست و شایسته نیست، ولی مردم نمی‌دانند. در جامع الاحادیث شیعه جلد 3 صفحه 489 روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من بیزارم از کسی که به خاطر مصیبت مویش را بتراشد و به شدت فریاد کرده و صدایش را بلند کند. در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 403 از امام صادق علیه السلام روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از فریاد کشیدن در هنگام مصیبت و از نوحه کردن و نوحه شنیدن و به صورت زدن نهی کردند. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما به طور قطع شما را با اموری مثل ترس، گرسنگی، به وجود آمدن نقص در اموال و نیز با مصیبت‌های جانی و کاهش محصولات آزمایش می‌کنیم و به صابران مژده بده. کسانی که هرگاه مصیبتی به آنان می‌رسد می‌گویند ما از آن الله هستیم و به سوی الله باز می‌گردیم. درود و رحمت الله شامل حال این گروه می‌شود و اینها هدایت یافته‌اند.